السلام علیکم داملای شیرین سخن. برای مردانی که لباسهای تنگ می پوشند همه سخن می گفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباسهای تنگ بپوشند. لباسهای تنگی که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونی که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ می پوشند. سلام علیکم. میخواهی که سمیوان ارگینال رو دسترس کنی؟ پس به شما سمیوان ارگینال رو از شفافرما توصیه میکنم. برای بزباله کردن در مدت یک ماه از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میتید و همچنین گردش خون زیاد میکنه، به حرکتی را حس نمیکنه و مشت رو به خود میکند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعت کنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. اینها سبب خدا شفا فرما هم راز شما. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61 یا تماما بالاهای سر کشاده ماندن، لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن، اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا می شود. از این خاطر باید لباس های خوب پوشیم. در لباس ها من هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونا حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چه زیر پوش شما باشد چه از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال و در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا.
مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه. رواه ترمذی. میگه رسول اکرم به پیش یک جوانی به پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت، هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتن با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت دهد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار، خیلی میلش اختیار دارن. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و نفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی. 2 بار شد البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو 1:17 گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم. آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همون مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین. از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه. یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که
مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمین های جنت میلش بد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روزی جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشه، که این زمین های جنت آدم هم میلش مانده است، او یخ است زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یک حکایه میگویم. کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زنی داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و باری میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. این شوهر وقتی که به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چی گونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت خیر می شود، زللی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دهی، میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همون مثل همون ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همون ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه فریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشود که وی فیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی را یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار، اگر گوید ماده هست بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چی عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدمی ممسک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت، برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت
خدای مهربان گفت را غیرت زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند. و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض 1-2 زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی‌هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سرخراجات و بی‌معنی که در خانه ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه که اگر توی شود، در کدام خانه که اگر نکاح شود، در کدام خانه که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانین خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد.
ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها، اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم کنی همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که اینقدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینا گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمی آرد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آرد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار می کند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملکهای غریبی کار کرده ایستاده. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما بی نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است، بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت.
ایستادم. کی حبیب خدا سرش را می بردارد؟ عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا اینقدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم.